پسر تو مجازی عاشق یه دختر میشه. میگه یه چند سالی میشد که داشتیم عاشقانه با هم دیگه چت میکردیم، تا اینکه دختره یه شب برگشت به هم گفت میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم و میدونم بعد از اون تو دیگه منو ول میکنی و کاملا هم بهت حق میدم، ولی باید بگم راستشو بخوای من فلجم. دوست داشتم خیلی زودتر بهت بگم ولی نشد. آخه میترسیدم از دستت بدم. پسره میگه پیاما رو سین زدم و دیگه جواب ندادم. میگه تا صبح داشتم بهش فکر میکردم. صبح بهش گفتم من کل فکرامو کردم، میخوام بیام خواستگاری تو با هم دیگه ازدواج کنیم. میگه اونم خیلی خوشحال شد. خلاصه رفتم خواستگاریش، ازدواج کردیم. بعد از چند سال هرچی که تا اون موقع جمع کردم و خرجش کردم تا تونست بالاخره راه بره. البته شانسم آوردیم و همه میگفتن این دختر شفا گرفته. گذشت. بعد از یه مدت دیگه خانومم حتی سر کارم میرفته و واسه خودش مستقلم شده بود. میگه یه روز برگشت بهم گفت من دیگه نمیتونم تحملت کنم. میدونی که من فکر خیلی بزرگی تو سرم و تو مانع پیشرفت منی. میگه منو ول کرد و رفت. حالا از همیشه تنها ترم. رفیق من، یه وقتایی از همون کسی میخوری که خودت رو زخماش مرهم گذاشته بودی، ولی تهش هم همون آدم میشه عمیق‌ترین زخم دلت.